ثبت شده نمونه خارجی نداره؟ بله دیگه. وقتی یه محصول پتنت میشه در واقع تمام بازارها رو بررسی میکنن، اگر مشابه نداشته باشن باید پتنت میشه. هم مثل کشور خودمون وقتی ثبت اختراع صورت میگیره باید مشابه نداشته باشه، به همین دلیل ثبت اختراع میشه. یه مطلب کوچیکی هم خدمت شما عرض کنم. همونطوری عرض کردم به جهت تخصص خودم تو معدن و همونطوری اول عرض کردم ما معادن بسیار زیادی رو در کشور داریم که استفاده بهینه متأسفانه نمیشه یا اینکه بی ارزش تلقی میشه برای مردم. شاید شما تو مسافرتایی که تشریف میبرین اغلب کوهایی که میبینید معدن هستن، معادن بنتونیت هستن که مورد استفاده خیلی زیادی میتونه تو صنعت مختلف استفاده بشه ازشون، ولی خب مثل یک کوه میمونن و همه فکر میکنن مثلا بیابونه، در حالی که خیلی با ارزش هست. ما از اینجور مسائل استفاده کردیم و سعی کردیم از اون مسائلی که واقعا بی ارزش هست استفاده بهینه ببریم، به جای اینکه صادرات کنیم با ارزش بسیار ناچیز فراوری بهره وری کنیم و قیمت خیلی عالیه. درست، یعنی به فکر صادرات هم هستین، یعنی الان خط تولیدتون توان صادرات رو هم داره فارغ از نیاز کشور؟ هنوز به تبع حجمش نه، چون نیاز بازار داخلی فوق العاده بالا. ما در منطقه‌ای که هستیم بیشترین میزان نیاز به مسکن مال ایرانه. اصلا کشور 75 میلیون نفری از دید خیلی از خارجی‌ها کشور خیلی بزرگی هستش که واقعا چه اینجوریه، هم تو جغرافیا هم تو جمعیت. در این جمعیت مثلا جوان‌ترین حالات کشور دنیا هم هستیم، مسکن زیاد نیاز داره. ما مسکن مورد بازسازی خیلی در واقع مورد نیاز دولت هست، ما که ملت هستش. بعد شما یعنی این دیواره میشه بازسازی بشه، دیوار بکنیم اینو جاش بذاریم؟ این دیوار یک نوعی مدولاره، یعنی اگر بخواید دکوراسیون خونه عوض بشه نیاز به تخریب‌های آنچنانی نداره. بعد مضاف بر تمام هم در واقع چیزی که گفته شده، اون خاصیت ضد زلزلگیش، ضد که نمیشه گفتش، مقاوم در برابر زلزلگیش، اونم به این هستش که تو زلزله میشکنه، یعنی نیرو رو جذب میکنه، خورد میشه ولی آوار نمیشه، مثل شیشه ماشین داخلش لامینت داره نمیریزه پایین. این هم به همین ترتیبه و مادامی که این دیوار آوار نشه، خطر نداشته باشه واسه افرادی که زیر دیوار خوابیدن تو خونه زندگی میکنن، الواقعش دیگه جان فرد بمونه دیگه مهمه. خب خیلی متشکرم.